سلام، امروز میخوام بهتون تایگرها رو معرفی کنم. تایگر ایرانی که سایز L90 سوزوکی 207 پیچ رو پیچ بسته میشه. ساخت ایرانه، کیفیتش خوبه اما به هیچ عنوان به پای خارجی ها نمیرسه. تایگرهای خارجی برند استیکو و برند خود تایگر. برند استیکو درجه 2 محسوب میشه. دو مدل داره که این الان یک مدلشه که وسط سفیده، فقط دور راهنما و دیلایت، و اینم یک مدل دیگه شه که وسط دو کنتاکه، یعنی شما با خاموش روشن کردن دو تا نور خواهید داشت و دورش هم دیلایت سفیده. این الان تایگر اورجیناله، یعنی خود برند تایگره. 14.5 وات، اگه دقت کنید اینجا وات رو می‌نویسه، به شما نور میده. دورش راهنما داره و دیلایت. اما استیکو رو الان من با شما تست بگیرم، نهایتش فکر کنم تا 12 خورده. آره اینا 12 واتن.